کلا هیچ درک و فهم و آشنایی اهانتی کند ناشی از فهم کم او. اونک تخمی آخه چه طرز حرف زدن. این پیجو میرید. خب زینب موسوی خیلی سر و صدا کردین چند وقت. منم با کار آخرش خیلی ارتباط نگرفتم. اما چند تا سوال ازت دارم. اگه کسی هستی که منتقد رفتارش بوده، در این زمینه چیزی گفتی، کامنتی گذاشتی، استوری کردی، چند تا سوال میخوام ازت بپرسم. یک، اگه محتوایی که تولید کرده بود طنز و شوخی، هر شوخی با اسلام، قرآن یا چیزهای مذهبی مربوط به اسلام بود، باز هم مخالف بودی؟ اگه جوابت آره است، باید بگم که بحث تو این نیست که کار اون بد بوده. بحث تو اینه که با چیزی شوخی کرده که تو دوست نداشتی باش شوخی بشه، یعنی داری سلیقه‌ای باش برخورد میکنی. اگه بر این باوری که شوخی کردن با قرآن اسلام هم بد بوده، سوال دوم، اگه میومد و در مورد مثلا یکی از بزرگان انگلستان یا فرانسه حرف میزد، تو باز هم همین واکنش رو داشتی؟ اگه نداشتی، باز هم به این معنیه که کار اون الزاما بد نبوده، تو ناراحتی چون با چیزی که برای تو مهمه شوخی کرده. اگه نقدی که داری بر پایه اینه که اوکی محتوا اوکیه، بیانش مثلا خود طنز قوی نبوده، خب آره ممکنه واقعا اینطوری باشه. و اگه طنزش قوی نبوده باشه، توقع و لیاقت این واکنش رو باید داشته باشی. همه فحشی که داره میخوره، اینکه پیجش بسته شده. کلیت بحث من اینه که من این کارش رو دوست نداشتم و تو اگه یهویی شمشیر میکشی به روش، باید یک نگاهی به درون خودت داشته باشی، ببینی آیا داری از روی تعصب این حرفا رو میزنی، داری این نقد رو میکنی، یا اینکه نه واقعا دغدغه‌مند طنز خوب هستی و انقدر این طنز ضعیف بوده که تو انقدر برافروخته شدی. مرسی من رو دیدی، موفق باشی.